رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم این واپسین سرود سهراب سفرزاد هنرمند شناخته تاجیک است که چند ساعت قبل از مرگش در روز 9 دکبر سال 2010 در استودیوی گروه پریم ثبت شده است. این سرودی دوئت بود که با شاگردش هنرمند نوخط ساربان سروده و اما تنظیم نشده است. Ну, в принципе, вот здесь Сухроб и записывал основные свои песни, то есть все, которые... سهراب اکثری سرودهای خود را در همین استودیو در همین اتاق کوچک ثبت کرده است و سنه 9 دکبر نیز با شاگردش در همین استودیو آخرین سرودش را سروده بود. Записали свою последнюю песню. Вот так получилось, это получается. دعایم کن که در کوی تو مردم دو چشمی چاق سوی تو مردم. مرگ سهراب سفرزاد هنرمند جوان و اما معروف تاجیک هنوز هم مرموز است، ولی به قول شاهدان حال روزی ثبت آخرین سرود خیلی پریشان خاطر بوده و برای ثبت این سرودش خیلی عجله داشته است. После того, как все это случилось, конечно, پس از آن که این حادثه رخ داد و سهراب فوتید، مرا یک سخن او خیلی متحیر میکند که روزی ثبت آخرین سرود میگفت این شاید آخرین سرودی من باشد و باید حتما این سرود را همین روز ثبت کنیم. со мной что-то сделать или еще что-то, я не знаю. Ростига аввал манда ай вазорати корҳои дохилӣ аёмҷа мада занг задан ки Сухроба надидӣ. Ман гуфтам не, бо як каси дигар занг зад, бо ай ҳамуҷа. Ман гуфтам не, чӣ гапае бародарам, мисол тенҷие. ва омада ҳечӣ нагуфтам. баъд ман ба ҳамин хотир Сухроб раҳматида занг задам ки он кас истироҳат доштиянд дар хонаи хичон. баъде ки ваё дидам ман занг задагим, ваё омада баргашта занг задам ва ман гуфтам ки ҳам хей Сухробиён тира пурсидестанд тенҷие. گفت الحمدلله تنجیه همه 100%. آخران صحبتی ما همین شد که همین درباره بچه فرزندی من چه ترسی داشت در درونش، یک وهم و وای من در اومد گفت که چه مرا چه خیلی غم تو دستیان گفت سه روز شد مرا میبرن گفت میپرسن گفت که نمیدونم اینا چی میخوان یگون چه در کلای من بستنی هم گفت دوستشون خونه هم دوستشون همجا بود همجا آمده که بده شب خیلی شب همجا روز میکنم گفته بعد پگه میرم گفتنده سحر خستیان چای خری بدور کردند که уже وفات کردگی بوده. شب‌های دراز نالدانه دل من سخی سینا سزا داره دل من گفتم بیروم درد دل من نکنم از درد دلم خبر ندارد یارم. در مراسم جنازه سهراب سفرزاد معروف با موین تاجیک صدها مخلص و هوادار و دوستان و پیوندان از فراق ابدی هنرمند جوانمرگ اشک می‌ریختند. هرچند سبب مرگ او را رسما اعلان نکردند، اما روحانیان در رسم جنازه او از پیامدهای ناگوار استفاده مواد مخدر صحبت می‌کردند. یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انا همین فساد گشتند. توی باورم منم از برم من تنهایم با جانم قسم دل واپسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم
از سهراب سفرزاد یک آلبوم ترانه‌ها باقی ماند که اکثر در پیروی به سبک معین سراینده ایرانی تبار آمریکایی سروده شده است. آلبوم دوم او ناتمام و ناسروده باقی ماند. فقط مخلص مهم بود بچه‌م ده، همین می‌خواست که رنگ آموزش رنگ مهم باشه. با همین یه روز رفت من نمیدونم کجا یک معرکه شد، خانه خشمون توی رفتیم طرف ورزو خرنگون. ما همونجا رفتیم و با بچه من اومد استاد دزی گوشی من گفت که او چه ما همونجا یه سرود بخونم. هیچ ایادم نمیبرم سرودی اولی بچه من که در گذری ما دو قد بلند میگردم خونه خرنگون با همین باید خون یک که همین خیلی آوازی بچه‌م همین خیلی فورا خوشروی صدا داد که ما همین خیلی کارم که همین دقتی هم از راز جلب شده هم باید امروز نشستم تا صبح با یاد چشمان سیاه آخر گرفت. سهراب سفرزاد اما مکتبی موسیقی را نخوانده بود. حتی پس از ختم صنف 8 و آموزشگاهی کندکاری شامل شده بود و میخواست کندکار شود. زیرا فرزند بزرگ خانواده بود و مادر میخواست پسرش به زودی دستگیر خانواده شود. سهراب جان همیشه در زندگی درد داشت و همیشه این درد از خردسالی باوای بود و همیشه گاهی جایی هم میشد که در این باره حرف میزدیم و یاد میکرد. بیش از آن دلگیر بود که از خردسالی پدر از آنها جدا شده بود و همیشه در زندگی این چیز کمبودی بود در زندگی و بی پدری و این جایی دنیای برای که روزی توی عروسیش پدرش آمده گه با جای سهراب تبریک مهربانه تبریک کرده گه سهراب. این بهاد برای وای دردناک بود که پدرش رو نشناخت. بیا با هم بسازیم یک عشق به بها. سهراب سفرزاد در زندگی خانوادگی نیز موفق نبود. از همسر اول با یک دخترچه جدا شد و پس از چند سال مجردی در ماه مارس سال جاری دوم بار خانه‌دار شد، اما فرصت نداشت که دوباره فرزنددار شود. یه روز خونم برآمد میقد گناه تکتری زده شتگی بدیم که ماشینشون من نکنه با پیش ما شد گذرانی میگذره. همه دو گناه نگاهش میکنن من نگاه نمیکنم ایزون میکشم سرم خم میبینه که من نگاه نکدستم شد سر از عقفم جلو شروع میکنه و رای انم دختر مقبول شد خونه شونه بیاویم. سهراب تصمیم داشت با همسر جوانش به هندوستان سفر کند. در این کشوری افسانه ها شهد محبت به سری بیچشد. آلبوم تازه‌اش را نیز آنجا ثبت کند. بعداً در دوشنبه نخستین کنسرت بزرگش را برگزار کند و مهم از همه دوباره صاحب فرزند شود. آرزوهایی که با او زیر خاک سرد رفت. من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم، من ندیدم یکی عاشقی روی تویم، رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبری معجبی، نازنی نازنی دلبری معجبی.